اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته رضي الله عنهم ورضوا عنه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، يا فعال لما يريد، يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك. يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من هموم الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدیر وبالإجابة جدیر. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام و با عرض سلام و ادب به شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان. از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که مشرف به خدمتتون هستم، آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند به فضل و منت خودش آن را بر قلب و فکر و زبان این بنده ناچیز جاری نماید. و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن خداوند است و بهترین رهنمود نبوی. در شرح بهترین سخن رسیدیم به دعای ابراهیم علیه ولنبینا السلام در سوره ابراهیم آیه مبارکه 36. رب انهن اضللن کثیرا من الناس. ابراهیم از بت پرستی، از شخصیت پرستی، از امام پرستی، از قبر پرستی، هر آنچه که در فرهنگ اسلامی غیر خدا پرستیش اسمش بت پرستیه. از بت پرستی و امام پرستی و بزرگ پرستی باز می دارد. رب انهن اضللن کثیرا من الناس. ای خدایا، این بت ها، این غیر الله ها، این بزرگ ها، این قبر ها، این صنم ها، این وثن ها بسیاری از مردم رو گمراه کردند. فمن تبعنی فانه منی. هر که پیرو من باشه، یعنی در راه تو باشه، اون از منه. و من عصانی، و کسی که مخالفت من بکنه فانک غفور رحیم. ما میدونیم که بت ها شخصا ذاتا قادر به نیستن کسی رو گمراه کنن، برای که نه سخنی میگن، نه با کسی راز نیازی میکنن، نه با کسی حرفی میزنن. لیکن پردهداران این بت ها هستند که برای این بت ها ادعای الوهیت میکنن، همچنان که امروز پردهداران قبرهای بزرگان هستند که به نام تشیع و بعضا تصوف این بدعت ها، بت پرستی ها، قبر پرستی ها، بزرگ پرستی ها، غلوب ها و افراط ها را در میان مسلمین رایج کردند
والا بوت ها که تکلیفی ازشون صادر نمیشه. این پردهداران بوت ها هستند، روحانیت ها هستند، کشیش ها هستند، مراجع هستند، رباها هستند که مردم رو به نام این بوت ها میفریبند، مردم رو گمراه میکنند. و کسانی که از تقید به دین، از پایبندی به دین، از پایبندی به احکام شرع کراهت دارن، با این گمراهی ها میخواد خودشون راحت کنن. و اینجاست که خداوند از زبان ابراهیم میفرماد که فمن تبعنی فانه منی، هر که پیرو من باشه، یعنی که تابع شرع باشه، اون از منه. و هر که عصیان من کنه، نافرمانی من بکنه، اون از من نیست. اینجا میفهم در آخر آیه فانک غفور رحیم، تو پروردگار بخشنده و مهربان هستی. بعد از عصیان اینو میاره. یک جای دیگه میاره العزیز الحکیم، یه جا تو عزیز و حکیم هستی، برای که نافرمانی ها، عصیان ها، جرائم درجاتش مختلفه. یه موقع شما میبینید یه جریمه هست که خیانت عظمای زودترین جرمه، از کسی که ادعا کنه خدایه یا کسی دیگر رو خدا کنه یا امامان رو خدا کنه. همچنان که شیعه این کار انجام داده، امامانی رو خود ادعای امامت هم نکردن، فرماندهان هستی قرار داده. یا راجع پیغمبران هم کاری بکنه. ولذا عیسی علیه السلام به درستی جواب خدا رو میده که انت، وقتی سوال میشه که انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، در ملای عام، در پیش همه بشریت، ای عیسی تو به مردم گفتید که من و مادرم را خدا بگیرید به غیر از خداوند حقیقی. عیسی فوری اعتراف میکنه که نه، این کنت قلته فقد علمت، اگر من چنین چیزی، یعنی خود خدا رو شاهد میگیره، من اگر چنین چیزی میگفتم تو اونو میدونستی. تعلمون ما فی نفسی، اون چی که در نفس منه تو میدونید، ولا علم ما فی نفسک. عیسی میگه من غیب نمیدونم، اون چی در نفس توست من نمیدونم. همین آیه وحدت وجود خمینی پلید و وحدت وجودیان پلید و از بین میبره. خدا غیر از خالق، غیر از مخلوقه. اینک انت علام الغیوب، علام الغیوب فقط تو هستید، نه کشیشه، نه پاپه، نه ربایه، نه آخونده، نه هیچ کوفت زهرماریه. ولذا بعدش عیسی علیه السلام میفرماید ان تعذبهم فانهم عبادک، اگر اونها رو عذاب کنید، اونا بندگانت هستند. و ان تغفر لهم، اگر اونها رو ببخشید، مغفرت کنید، تو عزیز و حکیمی، یعنی کار دست توه. ولذا گاهی بعد از ذکر عذاب عزت و مغفرت خدا رو ذکر میکنه که صفاتش باشه، بر حسب جایی که مناسب باشه، و گاهی عزت و حکمتشو. و رب انهن اضللن كثيرا من الناس، این دلالت بر اینه که بت پرستی اصل نیست، اصل توحیده. یک بعد اینجا در ذیل آیه صفاتی میاره که متناسب با مقدمهش باشه، بلکه قرآن از حکیم و خبیره. اوست که این قرآن بر بنده اش محمد صلی الله علیه و سلم وحی کرده. فرمود سنقرئک فلا تنسی، اجره نکن، ما اینو
برات فرود میاریم، میخوانانیم و فراموشش نمیکنیم. قرص فراموشیش نخور. چی باعث میشه که یه جا بگه غفور رحیم، در آیه دیگه فرمود که عزیز و حکیم، در صورتی که سیاق معنوی ظاهرش اینه که عکس این باید باشه. از اهل علم میگن که چی باعث میشه که خداوند سبحانه و تعالی در یک آیه بعد از اینکه نعمتهای بی حد و حسابشو بر من شما ذکر میکنه، میگه که ان الانسان لظلوم کفار، انسان ستم پیشه و کفر پیشه. در یه جا دیگه که نعمتها رو تذکر میده، میگه ان الله لغفور رحیم. و همچنین کلا انها تذکره فمن شاء ذکره، بی خیال باش، این ذکریست، هر که میخواد یه پند بگیره. جا دیگه میخواد ان هذه تذکره، این کتاب ذکر و پندیست، هر که میخواد بر راه خدا رو پیدا کنه از راه این کتاب پیدا کنه، نه از راه رساله های دجالان مرجع نما. به هر حال همه اینها حکمت فرود آمدن قرآن و تنزیل رو به من شما نشون بده که هر آیه‌ای حکمی داره، حکمتی داره و تنزیلش، فرود آمدنش اسرار مراد میرسونه. و همه اینها تصدیق اینه که سنقرئک فلا تنسی، بلکه خداوند سبحانه و تعالی خواسته که این کتاب رو بر بندهش نازل کنه و ضامن حفظش شده و پیامبر هم حتی جای هیچ آیه رو فراموش نمیکنه. با اینکه پیغمبر بشره ممکنه فراموش کنه، لیکن قرآنو خداوند گفته ما از فراموشی نگهت میداریم. سنقرئک فلا تنسی، و خداوند قادره. بعد از اون میفرماد که بعد از این دعا ابراهیم علیه السلام میفرماد که ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ای خدایا، ای پروردگارا، من ذریه خودم و خانواده خودم رو در این سرزمین لم یزرع رها کردم دستور تو، مکه مکرمه، که درش زراعتی نیست، درش گیاهی نیست، درش رودخانه نیست، درش آبشارها نیست، درش جنگل ها نیست، درش کوههای سبز نیست، درش وادی ها نیست که سرسبز باشه، وادن غیر ذی زرع. ای خدای، حکمت این کار چیه؟ خب اگر این شهر مقدس مکه مکرمه مثلا مثل اروپا می بود، مثل مازندران می بود، مثل کشمیر می بود، مثل سرزمین های سرسبز دنیا می بود، دریاچه ها، رودخانه ها، آبشاره ها، همه مردم می رفتن سراغش. اون موقع توریستو با شخصی که برای حج اومده کسی تشخیص نمیداد. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، من خانواده‌مو در پهلوی خانه حرام تو، خانه بیت الحرام تو رها کردم. ربنا لیقیموا الصلاة، تا اینکه نماز بپادارن. تنها چیز ارتباط با خداونده. ارتباط با خداوند با سینه زنی نیست. سینه زنی، زنجیر زنی، نوح خانی، عقرب خوری، لامپ خوری، همه شعائر صوفیان و شیعیانی که برخلاف شرعه وسایل ارتباط با شیطانه. وسایل ارتباط با خداوند عبادت های شرعی است که از سردستشون نمازه و لیقیموا الصلاة، تا نماز بپادارن. اینه که ارتباط شما رو با خدا محکم میکنه و تا حدی که اهل علم میگن که حتی مساجد رو خیلی مزین نکنن که مردم هواشون پرت نشه، ساده باشه. خداوند رحمت کنه استاد بهمن شکوری را، دانشمند
مبارز مجاهد تالشی رو وقتی از تهران اومده بود، هم در زمان شاه زندانی بود هم در زمان این پلیدها که اینا در داخل زندان با زبان روزه سرشو زدن به دیوار جلو زندانی رو کشتنش. این وحشی های مدعی تشیع. ایشون وقتی که اومد زاهدان مساجدی رو دید که مولانا عبدالعزیز بسته بود، مسجد مکی، مسجد مدنی، گفت این مساجد من میبینم روحم تازه میشه از بس که با صفاست، ساده، هیچ زینتی نداشت. برکه زینت‌های زیاد چه بسا که ممکنه نمازگزار رو حواسشو پرت کنه. ربنا لیقیموا الصلاة، تا نماز به پا دارن. یعنی این خانه توست، این حرم توست، این سرزمین توست و خداونده که هر جا رو مقدس بدونه یا نه. ولذا با ارزشترین ارتباط با خداوند از راه نمازه. ولذا سرزمین خداوند، سرزمین پاک خداوند، محبوب ترین سرزمین خدا در روی زمینه، مکه مکرمه، مدینه منوره. برای که مردم اینجا بهتر از شهرهای خودشون نماز و به پا می‌دارن، با خدا ارتباط برقرار میکنن، از اطراف دنیا آمدن تا نماز ادا کنن و هر رکعت نمازی در خانه در مسجد الحرام و به قول راجح در کل مکه برابر با 100,000 رکعته. اگر کسی که رفته بر حج یا عمره قبلش توبه کرده، با استقامت شده، مخلص بوده، اونجا نماز به پا می‌داره، وقتی میگه لبیک اللهم لبیک برای عمره یا برای حج، خداوند بر قلبش تجلی میکنه، حلاوت و شیرینی ایمانو میچشه، شیرینی قرب خدا رو میچشه، طعم شناخت خدا رو میچشه. ولذا وقتی کسی از اونجا برمیگرده، اونجا سرزمین گرم، نه درختی، نه آبی، نه جویی، نه فلانی، لیکن دلش پر از سعادته. راز این مطلب چیه؟ ربنا لیقیموا الصلاة. حتی جلال احمدی که دیندار هم نبود، رفته بود، خیلی متاثر شده بود. علی شریعتی که بجا خودش بعد از حج برگشته بود، خسی در میقات نوشته بود. سر این مطلب چیه؟ ربنا لیقیموا الصلاة، پروردگارا تا نماز به پا دارن. حکمت بزرگ خداوند در همینه، در این اماکن. ولذا جز مؤمنان اونجا نمیرن، جز مخلصان اونجا نمیرن، جز کسانی که دنبال رحمت خدا هستند، پیگیر رحمت خدا هستند. فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات. گروهی از مردم و دلهاشونو به اونجا ببند و از ثمره ها محصولات نصیبشون کن. همه ثمره های دنیا رو شما ببینید اونجا هست. این همه برکت دعای ابراهیم علیه السلام، علیه و نبی السلام، خداوند دعاش استجابت کرده. وارزقهم من الثمرات. شما هر حاجی رو از هر کشوری باشه ببینید، میگه اونجا ما میوه‌های دیدیم که جای دیگه ندیدیم. همه میوه‌های دنیا اونجا میرسه. فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. تا شاید تا باشه که سپاسگزار باشن. ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن. ای خدایا آنچه را که ما ظاهر میکنیم و پنهان میکنیم تو میدونی، یعنی فقط تو میدونید، نه اینکه امام هم میدونه یا پیغمبر میدونه. نفس انسان، باطن انسان، قلب انسان پیش خداوند مثل صفحه بازه. هر حرکتی، هر تصمیمی، هر خاطره‌ای، هر فکری، هر هدفی، هر نقشه‌ای، هر کشمکشی، هر جدالی، هر رغبتی،
همه اینها برای خداوند ظاهره. لیکن انسان وقتی مؤاخذه میشه که اینها رو به زبان در بیاره و به عمل در بیاره. انک تعلم ما نخفی و ما نعلن. هرچی میخواد دلت میخواد بگو. اون چرا که میگید مردم میدونن، اون چرا که نمیگی اونو خدا میدونه. کسی که بدونه خداوند بر ضمیرش تسلط داره، ضمیرش رو پاک میکنه همچون که ظاهرش رو پاک میکنه. کسی که بدونه خداوند قلبش رو میدونه، قلبش رو همچنان پاک میکنه که ظاهرش رو پاک میکنه. پاک کردن قلب با عمل به شرع خداست. شرع خداوند هم ظاهر رو پاک میکنه و هم سبب استقامت انسان با شرع خدا میشه که اون باطن رو پاک میکنه. که صوفیان اسمش رو حقیقت گذاشتن که اسم درستی نیست. شریعت و حقیقت یک چیزه. قد افلح المؤمنون. مؤمنان کدوم مؤمنان؟ مؤمنان توحیدی، نه مؤمنان امام تراش. رستگار شدن. علامتشون چیه؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اونهایی که در نماز خاشعن، نه که پا نشسته نماز میکنن. والذین هم عن اللغو معرضون. اونهایی که از لغو اعراض میکنن. همه ما سبحان الله لغوه. و خداوند در لحظاتی همه عمر انسان رو جلوش میاره، حتی ضربان قلبشو. گذشته آینده هم غیبه، ولذا انسان حالشو دریابه. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. شرحشو دوباره در جلسه دوم انشاءالله میذاریم. نمیدونم امروز آیا صدا بهتره یا نه. در اینترنت که به من میگن بهتره، خیلی خوبه، اما در ماهواره نمیدونم. چون امروز ماهواره پیش من نمیدونم چرا ظاهر نمیشه، علتش چیه. بریم سراغ کلیپ هاتون. آقای محمد صالح شما زنگ زدید، به جای زنگ زدن لطف کن بنویس. برادری از افغانستان، علیکم السلام و رحمت الله. آقای سلطان سلیم، امام ایرانی که میگه علی ابن ابی طالب خالق و رازقه. نعوذ بالله، نعوذ بالله. البته تشیع بعد از انحرافش همه این حرفش همینه، لیکن بعضی ظاهر میکنن بعضی ظاهر نمیکنن. رزق خلقو میدونید کی میده؟ یه روایت بخونم براتون. روایت از صبح به صبح که میشه خدا رزق همه موجودات رو، نه انسان ها، این کهکشون ها، کائنات، هر چی هست تو عالم وجود غیر از خدا رزق میخواد. خدا رزق هستی رو دور سر امیرالمومنین میکرد و تقسیم بکن. اینایی که کم روزی هستن پشت ذکر یا علی بزنن زیاد، مشرک میشن. یعنی اینا کم روزی هستن مشرک میشن. نعوذ بالله. اگه کسی در کفر اینها شک کنه مسلمان نیست. در چون آخوندایی را اگه در کفرشون شک بکنه مسلمان نیست. گزارشگر من و تو دوتا امامزاده رو روبروی هم، دوتا دکان،
سلام، خسته نباشید. اینجا جاده خمین به اصفهان، کمربندی گلپایگان. فکر کنم جاده گوگل بهش میگن. ببینید دو تا امامزاده روبروی هم. این هزینه‌ای که واسه این امامزاده شده 2-3 میلیارد که فقط خادمش داخل این امامزاده بود. من رفتم دیدم هیچ کی آخرش نبود. ببینید این امامزاده که نمیخواد مهمونی بده، نمیخواد نمیدونم دعوت که نداره که بخواد این ساخت به این عظمت رو داشته باشه، که با یه اتاقه که 3 در 4 هم میشد امامزاده و ما رو شفا میداد. آقا اگه شفا میداد خودش نمیمرد، خودشو شفا میداد. اولا پیغمبر خودشو شفا نمیده، اون موقع نواهاش کسی دیگه رو شفا میدن. بدترین جنایت اسلام این دوستی خرکیه. سلام، لطفاً رو به جمع خودتون بپذیرید. آقای جلیل از افغانستان، خیلی خوش آمدید، لیکن ما گروه خاصی نداریم، فقط در برنامه چیا رو جواب میدم، سوالا رو جواب میدم. رساده بلوچستان، آزادی پس از 82 روز. سابیه نورویی، مادر بهمن نورویی، با تودیق قرار وثیقه از زندان بهم آزاد شد. 7 خرداد. بله. لازم ذکر است که مادر و برادر بهمن سابیه و عبدالملک نورویی در تاریخ 18 فروردین توسط ماموران امنیتی با هدف تسلیم شدن بهمن نورویی که تحت تعقیب بود بازداشت شدند که در مقابل بهمن برای آزادی مادر خود اقدام گروگان گرفتن همسر 2 تا از نیروهای رده بالا کرده بود. آفرین، اینا این زبان هم میفهمند، زبان دیگه نمیفهمند. سهیلا عزیزی از تشکیلات مقاومت ملی آذربایجان: ما باور داریم که ملت‌های تحت ستم در ایران تنها نیروی واقعی در میدان هستند که میتوانند آلترناتیوی برای سیستم کنونی تبعیض جمهوری اسلامی باشند. بله. میخواستم برنامه‌تون تماس بگیرم، سوال داشتم. سوالاتون رو بنویسین دوستان. آقای مرزده برام بفرستید شماره. همین رسانه‌ای که از انگلیس پخش می شود هویداست که از نوکران یهود و نصارا از پیروان شیطان که همه پیروان سایر مذهب اسلام رو تکفیر میکنه. اولا این رسانه از انگلیس پخش نمیشه. از انگلیس مدت هاست، چند ساله که بستنش با شیطنت وزارت خارجه ایران. کلا از اروپا بیرونش کردیم، راحت شدیم. ثانیاً ما همه مذاهب تکفیر نمیکنیم. تکفیری ترین مذهب رافضه اثناعشریه. تخریب باغ و منزل امام موسی ابراهیم کریمی. نظام ولایت فقیه با به آتش کشیدن منزل و قطع 200 اصل درخت انتقام خود از امام موسی ابراهیم کریمی چی نله پس از همراهی او با خیزش مردمی گرفت. خدا لعنتشون کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. اینها روز یکشنبه 7 خرداد 1402
الملا إبراهيم كريمي نن الله إمام جمعي نن الله ماويك لما وبرشم صالح لما وبرنا عمدو سيعزي بخوش اسمانا باخيكم بقرسن بماوي چند دفعه فنشرنامي تولي كشات أصلي كلهم داوة أو خلاصة قرض كله چند نفری که تل دوستان و کارکم انجام داد و باخیکم به هزار دانه بدبختی و قرض پولونیا و یکو و اول تمن یک درآمدی بیو با بجوی آلمان و رنجشانی خومن خریق بین هم با حجره کمان و هم با خومن امروز هاتم دیو که وارد لیران ریمو شافتیکم بردو ریمو هاتم آویاری بکم تکیم نالکانا مواجبم تکیم صحنه یلی بودنه من فکر یم کردی سو او اینورتری سانورتری خورشیدیه او اینورتر پمپ لوحنا اما مسائل خط خورشید خداوند خامنه‌ای و این رژیم را لعنت کند و نفرین کند که خانه دعوتگران و سوی دین خدا را می‌سوزاند. یه باتری وسایل دارن این مالکات اول یخچال و گاز و وسایل این مالکات زمانیانه گشتی عرب داره اصلا لازم متاسفانه ما کردی نمی‌فهمیم. جواب کارشناس افغان به توصیه ایران به امارت اسلامی در مورد حکومت همه شمول. فیلسوفی به آفتابه میگه دو سوراخه. ایران به تازگی گفته تا اینکه حکومت همه شمول در افغانستان شکل نگیره بر رسمیت شناختن امارت اسلامی با یک پیام دادیم. همین پیام را همو افسر استخباراتیش که در سفارت افغان در سفارت ایران در کابل ششته هست میره به رهبرشان برسانه. 43 سال میشه شما از خمینی تا به خامنه‌ای میگه مرگ به آمریکا، شیطان بزرگ آمریکا، همو پدر معنویتون در افغانستان آخرین عسکرش برآمد، اما هنوز شما با او روابط فکری دارین؟ آیا شما همه شمول هستین؟ 26 میلیون اهل سنت جایگاهش در حاکمیتتان کجا هست؟ اگر کدام وزیر دارن، کدام سفیر دارن، کدام وزیرتان نامش هست در پارلمان دارین، بیاد رونمایی کنین ما هم بفهمیم که شما همه شمول هستین. شما 26 میلیون اهل سنت را شما میگین اقلیت مذهبی، اما برای ما تا معاونت اول ریاست جمهوری را در جمهوریت ما داشتیم. از کابل پرواز میکرد، شانه خامنه‌ای را در تهران ماچ میکرد. ببینین اینجا مبنا چی هست؟ شما با بقایای حکومت شاهتون چی کردین که بیشتر از 10 میلیون نفر هست؟ با کردها چی کردین؟ با بلوچ‌ها چی کردین؟ همین لحظه مردم شما را قبول نداره. نزدیک یک سال میشه در کف خیابان نور از بین میبرین. باز شما بر ما نسخه میدین اولمو سر کل خود شما تداوی بکنین. حکومتی که 43 سال نتونستین شما همه شمول بسازین، بر ما حکومت همه شمول میسازین. حکومت همه شمول ساختن در افغانستان مکلفیت حاکمیت با مشورت مردم افغانستان هست. ما می حکومت همه شمول، او حکومت همه شمولی که موضوع قوم و گروه و سمت و مذهب ملیت مطرح بحث نباشه، کار به اهلش سپرده شود. بله برمیگردیم آقای افغانی، بسیار تشکر. بله حرف حق جواب نداره. لیکن این مذهب قالتاکی به قوله آقای مطهری. رئیس جمهور ما کتاب نقاشی برداشته، میگه خطاش خیلی ریزه. بفرمایید. آقای رئیسی در این کتاب ها به دنبال صفحه هایی بود که نسل فضای مجازی را به این دنیای واقعی بکشاند. این خطا خیلی ریزه. برزر میرسه این یه بار رو خامنه‌ای درست کرد. مجلس انقلابی نظام انتظاری غیر از این نمیشه داشت. دقیقاً آرمان‌های انقلاب رو نمایش گذاشتن. این چی هست؟ من از اول تشکیل این مجلس اعتقاد خودم و علاقه خودم به این مجلس رو که از روی اطلاع بود عرض کردم. بودم مجلس انقلابی است. الانم من بعد از 3 سال همین رو تکرار. این مجلس به حمدالله مجلسی انقلابی. بله انصافا همین عساکر فاسد از انقلاب بهمن باقی موندن. تنها مجلسی که به صورت دست جمعی برای پس گرفتن امضای استیضاح وزیر از دولت رشوه گرفته. جنجالی که به فیدیلیتی گیت معروف شده و یکی از نمایندگان از درون مجلس افشاش کرد.
حالا خود نماینده افشاگر رشوه وزارت سمت گفته که برخی نمایندگان این خودروها رو با اسامی دفترداران، رانندگان، عروس و دامادشون دریافت کردن. وقتی طبق اسناد آقای بیگی دست کم 75 خودروی شاسی بلند تو روز روشن به نماینده های مجلس رشوه داده شده، طبیعیه که سردسته انقلابیون و فاسد درباره سربازاش بگه این مجلس انصافاً یه مجلس انقلابی است. خانم خدیجه از تاجیکستان، علیکم السلام رحمت الله، خیلی خوش آمد. آقای بابا جان از تاجیکستان شما کلیپ فرستادید ولی پیاده نمیشه، نمیدونم چرا. حکم حلاله از دیدگاه این مولای تاجیکی و شرح و بیان حدیث رسول طبق افکار این مولا، آیا بیان این مولا و شرح و توضیح این مولا صحیح است؟ لطفاً توضیح دهید. نمیدونم کلیپ ها شما چرا نمیاد، علتش چیه؟ نمیاد متاسفانه، حتی این کلیپتون هم نمیاد. آقای ابو محمود شوکت، امام حسین زنده میشه از قبر میاد بیرون، متکفل امور امام زمان میشه. این امام زمانی که همه متکفل نیاز داره دیگه. این البته قبلا نشون دادیم. نطق 1 دقیقه جناب سعیدی عزیز. آقای دکتر اضافه فرمایید تذکرات 1 دقیقه رو اعلام کنیم. نفر اول آقای معین الدین سعیدی 135. بسم الله الرحمن الرحیم. در شرایطی که 4 شهرستان قصرقند، کنارک، دشتیاری و زراباد فاقد حتی 1 تخت بیمارستانی هستند، رئیس جمهور در اندونزی قول تجهیز 12 بیمارستان را میدهند. آقای رئیسی به کجا چنین شتابان؟ اول دردهای بیپایان مردم سیستان و بلوچستان را ببینید و بعداً به فکر مردم اندونزی باشید. به وزیر جهادگر بهداشت تذکر میدهم به قید فوریت نسبت به تجهیز بیمارستان نیروی دریایی کنارک و ساخت بیمارستان پلان در دشتیاری بزرگ اقدام فرمایند. آقای رئیس جمهور، بستن پلتفرم های فضای مجازی در شرایط ملتهب پاییز 1401 بود. اکنون با گذر از آن شرایط ادامه این محدودیت ها بر چه مبناست؟ گردش مالی 50,000 میلیاردی فیلتر شکن ها یعنی فاجعه، یعنی دهنکجی به مردم. نمی شود که شما رئیس جمهور و من نماینده دنبال تیک آبی اینستاگرام باشیم و ملت و فعالان کسب و کار مجازی محروم. بر مبنای اصل 9 قانون اساسی به رئیس محترم جمهور تذکر میدهم نسبت به رفع محدودیت از پلتفرم های فضای مجازی به قید فوریت اقدام فرمایند. متشکرم. خیلی متشکرم. چگونه میتونم به مدینه در دانشگاه مدینه داخل شما؟ من در روسیه هستم، از راه آنلاین و بعدم که نامنویسی کردی تسکیه هم بگیره چند نفری که میشناسنت. روزانه دروغ میگویند، ممنوع کار نیستند. کیه اینا که رضا صادقی محسن یگانه امیر مغاره بابک جهان بخش و امید حاجیلی تنها بخشی از خوانندگان شناخته شده‌ای هستند که بعد از جنبش مهسا مجوز فعالیتشون لغو شده و عملاً ممنوع الکار هستن. جلوی برگزاری کنسرتاشون گرفته میشه و مجوز آلبوماشون هم کنسل شده. حالا وزیر ارشاد دست پیشو گرفته و اخبار ممنوع الکاری این خوانندگان رو جبرسازی خونده و گفته برای ممنوع الکاری ترتیب‌های روشنی وجود داره و اگه مشکلی باشه اعلام میشه و اصلا مخفی نیست.
جوابی بیشرمانه عین پاسخ وزیر ارتباطات که گفته بود فقط 2 پیام رسان فیلتره. رضا صادقی نوشت اگه بنده ممنوع الکار نیستم پس چرا جلو فروش بلیت سمنان گرفته شد؟ چرا از اردیبهشت تمام فعالیت‌های منو متوقف کردن؟ امیر مغارم نوشت دروغ تحویل مردم ندین، یا بگین سلیقه شخصی بوده یا بگین اطلاع نداشتم و صبح جمعه فهمیدم. خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرد. حکومت بیشرفان. حکومت جنایتکار بود همینه. آقای عبدالله از روسیه. سلام علیکم استاد. ما از طریق اینترنت برنامه رو تماشا میکنیم، هم صدا و هم تفسیر عالی است. خیلی متشکرم، سلامت باشید. در اینترنت مشکلی نیست، مشکل اگه باشه روی ماهواره. السلام علیکم. یا استاد یک سوال داشتم. زمان پیامبر ابوبکر صدیق رفتن به غار اصحاب کهف کلمه اسلام رو برایشون تلقین کنند. کی میمونه؟ نه، کی گفته هم چیزی؟ اصحاب کهف رو، این حرف اصلا درست نیست. و اصحاب کهف زنده شدن، درست است؟ نه، اصلا و ابدا درست نیست. زنده اصلا مرده زنده نمیشه. اصحاب کهف خداوند زنده کرد و موضوع دیگریه، اون یک معجزه. درباره هیچ کسی نباید غلو کرد، نه درباره اصحاب نه درباره اهل بیت. تصوف و تشیع اسلام رو خراب کردن با غلوهاشون. خانم فاطمه از کرد شهادتگوی سابق میگه که صداتون نویز داره، جلو عقب داره، از وقتی که فرکانس گذاشتین شبکه رابطاتی مشکل داره. بله، نمیدونم چیکار کنیم، والا ما که عاجز شدیم. نگه که تلویزیون کلا اینترنتیش بکنیم. خب دوستان، همه شما رو به خدای بزرگ بسپارم. شب روزتون بخیر هر جا که هستید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینا تخم اجنبی‌اند یا نه؟ خلق مسئولیت داره که اون همطور که هست بگه. بعد از آقای احمد آقا سوال کرد که آقا در مذهب شما میشه بدون قاضی هم قاضی باشه و هم به علم خودش قضاوت کنه؟ گفت نه. من فکر کنم تغییر کرده، دروغ گفته. ولی اگر نه مرجع مملکت، امام مملکت، چطور قاضی رو گذاشته که لطفا رو بکنه؟ بلکه اندیشه اینه وقتی امام زمانش، البته خدا نکرده این تعویل به اهانت نشه، خواهش میکنم، بلکه امام زمان اینا درست کردن، یعنی این جنایت های رو خود میخواهند انجام بدن در قالب امام زمان، ولی امام زمانی نیست، دروغ بیش نیست. کسی که اینا رو نمیدونه بررسی کنه. و قبل از اینکه بنده بیام این حرفا رو بزنم، بعضی از متفکران مصلح شیعه اومدن این حرفا رو مشخص واضح روشن کردن، لیکن بنا به شرایط زمان
نتونستن بیان در تلویزیون ها یا چون این فرصتی پیدا نکردن. چرا اسمش مهدیه؟ چون آنچه را که در دلهای مردمه میدونه. عجب، پس پیغمبر بی خود الگو شده ها؟ نعوذ بالله خاکم بدهن. خداوند پیغمبر رو فرستاده، همه حوادث رو برش جاری کرده، همه حوادثی که تقریبا در جامعه رخ میده، تا اینکه الگوی کامل ما باشه. چرا؟ چون اگر اشتباه هم بکنه وحی اصلاحش میکنه. در ازدواج، در طلاق، در جنگ، در صلح، در نماز، در روزه، در حج، در زکات، در همه